الله سبحانه وتعالى در سوره آل عمران آیت 31 میفرماید که قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم والله غفور رحیم. ای مردم، اگر الله میگه به مردم بگو ای محمد که اگر شما الله را دوست بدارید پیروی از من بکنید، یعنی پیروی از پیامبر بکنید. ای کسانی که الله دوست می‌دارید پیروی از پیامبر بکنید. در همین حالت الله شما را دوست می‌دارد و گناه‌های شما را می‌بخشد. الله غفور و رحیم است. یعنی همان وقت شما مؤمن هستید، مسلمان هستید، نجات می‌یابید و همان وقت الله گناه‌های شما را می‌بخشد و شما را دوست می‌دارد که یک شرط را به جا بیاورید. پیروی از رسول الله بکنید. از چی؟ از راه و روش و منهج و هدی رسول الله. اگر نکردید، لا اله الا الله گفتی، محمد رسول الله گفتی، اما هدی و منهج رسول الله را به یک طرف گذاشتی، راه و روش دیگر انسان را افضلتر دانستی، خوبتر دانستی، دموکراتیا را خوبتر دانستی، علمانی را خوبتر دانستی، قومت را خوب دانستی، راه روش پدر و مادرت را خوب و بهتر دانستی، راه روش حزبت را افضل دانستی. 5 وقت نماز میخوانی اما گفته آچه بابایت بهتر از گفته رسول الله است. نشانداد و همون عرف عادتی گذشته بهتر از آورده رسول الله در نظر است. نماز میخوانی، لا اله الا الله میگویی، لشکری طاغوت هستی، امر و فرمان طاغوت بهتر از امر و فرمان رسول الله شد. نشانداد او بهتر از این نشانداد شد. خودت را حزبی میگویی، یک نظام و دستور حزبی بهتر از نظام و دستور رسول الله شد. راه روشی یک حزب را بهتر از راه و روش پیامبر دانستی. خودت را آزادی خواه میخواهی، میگویی، دعوا میکنی، همون نظام فرانسوی طاغوتی آزادی مردمی را بهتر از نظام رسول الله، بهتر از آورده رسول الله دانستی. بدان که لا اله الا الله به تو فایده ندارد، اسلامت شکست. 5 وقت نماز میخوانی، کافر و مشرک شدی، زیرا که اسلامت شکست. همان وقت تو مسلمان میشوی که از این شکننده اسلام توبه کنی، زیرا که تا روزی که توبه نکردی تو مسلمان نیستی. توبه کن. توبه چه خیر است؟ بگو که یگان راه، یگان روش، یگان برنامه، یگان نظام، یگان دستورالعمل، یگان کنستیتوسیا، یگان آورده یگان کسی از آورده رسول الله، از راه و روش و منهج رسول الله بهتر نیست. یگانه بهترین دستور، راه، روش، منهج، هدی این راهی آورده رسول الله است. تو همینه به سخن بگو و به همون عمل بکن. بعضی ها به زبان میگویند و عملا با جانبداری چی هستند؟ طاغوت ها هستند. به زبان میگویند اما در حزبی طاغوتی هستند. به زبان میگویند در حزبی طاغوتی، لیبرالی، سکولاریستی، دموکراتی هستند. پس اینها عملا باز مخالف زبان برآمده، باز شرک است. کسانی که امروز به همین طاغوت ها پیوست میشوند، پس آفریده همونها، بگویم یعنی نقشه های ساخته همونها را افضل دانستند. یا کسانی که انتخابات میروند، یک انسان انتخاب میکنند، اینها به خاطر چی مشرک شدند؟ به خاطر اینکه همون انسان گفتند که برآورده های همین چی است؟ ساخته های همین، قانون های همین افضل است برای ما این انتخاب میکنیم به جای رسول الله که دین الله آورد. برای همین مشرک شدند. مشرک رفته ها، بیا انتخاب رفته ها کی را انتخاب کردند؟ یک انسان را. برای چی؟ برای که قانون برآورد. برای چی؟ برای که ما پیش رویم. پس مگر آورده رسول الله برای شما مسلمان ها کم بود؟ منهج و راه و روش و هدی رسول الله مگر کم است که یک انسان دیگر را انتخاب میکنید؟ همین است کفر اینو. پس اگر شما الله را دوست می‌دارید، زیرا که امروز همه این مشرکینه که مخالفت با راه و روش پیامبر دارند، صوفی ها، رافضه ها، اشعری ها، ماتریدی ها، حزبی ها، آزری ها، طاغوت ها، اینها که آشکار و واضح
به همین شکننده چهارم واقع شده، مخالفت به اعتقاد رسول الله، به آورده حکم رسول الله، به منهج رسول الله، به گفتار و رفتار و حکمی در حدود جنایات رسول الله، به نظر اعتقاد رسول الله، آورده رسول الله در باب اقتصاد، در باب معارف، به همه اینها این جماعت ها مخالفت دارند. اینها دعوا میکنند، این قبوری ها دعوا میکنند که ما الله دوست میداریم. ما میگوییم که در سوره آل عمران آیت 31 آمده است که تا زمانی که پیروی از هدی و منهج رسول الله نکنید الله شما را دوست نمیدارد. فقط دوست داشتن الله کافی نیست، شما باید یک حالت بکنید که الله شما را دوست بدارد. یهود و نصارا هم میگویند که ما الله دوست میداریم. به خاطر همین عیسی نصرانی ها پسری الله گفتند، عزیر یهودی ها پسری الله گفتند. میگن که ما الله دوست میداریم، ما الله دوست میداریم. دعوا کنید که الله شما دوست میدارید، این به شما فایده نمیدهد. شما اگر در حقیقت الله دوست بدارید پیروی کنید، متابعت بکنید به محمد رسول الله، چگونه به آورده او تسلیم شوید، به راه و روش و هدی همین بروید. اعتقاد شما مثل اعتقاد رسول الله باشد. نماز شما، عبادت شما، جزایی که به جنایتکاران میده چگونه که رسول الله به جنایتکاران جزا میدادند، به زیناکار دره، به دزد دستبری و رجم و غیره جنایت هایی که بود، جزاهایی که بود و معامله هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با دیگر از مشرکین قبوری ها کردند. اگر شما خود مسلمان بگویید پیروی از رسول الله بکنید، در همین حالت الله شما را دوست می‌دارد. در غیر این حالت شما کافر و مشرکید، الله شما را دوست نمی‌دارد، اگرچه شما الله را دوست بدارید.